Все равно у каждого периода жизни есть свои приоритеты, есть свои привязанности. Davası şu adamı orzum ve karangi ile yapılmışım. سال 1364 تاجیکستان در یک وضعیت نهایت ناگوار دچار شده بود. همین قشم میگم. بعد استقلالیت گوشه یک جدا بیستی شکست سرم در این دوره یاردم هم نمیکنه که. سال 1991 بود. همون وقت ما در دانشگاه دولتی تاجیکستان که حالا دانشگاه ملی تاجیکستان شده است تحصیل میکنیم در بخش دویمش. همون شب روز در علاقه در میدان امروزه اسماعیل سامانی که پیشتر میدان آزادی نام داشت میتینگ میدانشینی ها ادامه میافتند. ما برای بعد دست برآمده برای همون جو گذار میکنیم برای ما در طرف 9 کیلومتر زندگی داشتیم همونجا گذار میکردیم و گاه همون میدان ها دیدن میکردیم و آمدن میدیدیم که مردم مثلا با چی کارها مشغولن، چی کار کرده استادن، چی گفتگوها دارن، همونجا گذار میکردیم. بعضی چیزها رو میفهمیدیم میرفتیم. روز 9 سپتامبر وقتی که اعلام داشتن که وقتی که اعلام کردیم روز 9 سپتامبر تاجیکستان استقلالیت به دست میاره ما هم به هم میدان آمدیم تا اینکه بدانیم که امروز چی میشود و جلسه غیر نوبتی شورای عالی جمهوری تاجیکستان شد و استقلالیت تاجیکستان را اعلان کردند. وقتی که اعلان کردن که تاجیکستان استقلالیت به دست میآورد ما هنوز درباره مفهوم استقلالیت یکم اندیشه جدی نداشتیم، برای اینکه ما آزادی برای ما بود، همه شرایط مهیا بود، خواندن بود، همه چیز بود. بعد همین استقلالیت اعلان کردن تاجیکستان راست بود در تاجیکستان جنگ شهروندی آغاز یافت. یک روزگار بسیار سنگین سر مردم آمد، بسیار مردم خانه خراب شدند، ترک وطن کردند. عموما که نسبت استقلالیت یک روحیه ناامیدی به وجود آمد، نه تنها به من، به تمام مردم، برای که علاقه عذاب بعد آن شرایط که پیشتر داشتند در زمان شوروی بعد استقلالیت آن زندگی آرام خود را از دست دادند یک مدت معین. به همین سبب یک ناامیدی به روح مردم پیدا شده بود. از آن جمله برای من هم که همین استقلالیت نمی‌شود که زندگی ما همون خیلی آسوده و اهلانه ادامه می‌یافت. واقعا بعد چندین سال‌هایی که مثال به استقلالیت حکمرانی کرد بعد فهمیدیم که استقلالیت برای مردم ما بسیار چیزهای داده می‌تواند. پیش همه خودشناسی ملی. زمان شوروی زمانی بد نبود، زمان خوب بود. وقتی که در زمان شوروی مالکیت خصوصی نبود، مالکیت جمعیتی بود، مردم آزادانه مثلا به زندگی خودشون رو پیش بردن نمی‌توانستند. زندگی نقص کردن همون از یک دایره معیار بیرون نمی‌رفتن، یک دایره معیار به نگاه داشته می‌شد. بس استقلالیت علاقه برای مردم همه آزادی داده شده که تا اینکه زندگی خیش رو بهتر سازند. گمان می‌کنم اگه دولت شوروی بر هم نمی‌خورد و استقلالیت تاجیکستان به دست نمی‌آورد، من گمان می‌کنم شاید که من از روی اختصاص خودم در همون دانشگاه تحصیل کردم، از روی همون اختصاص خودم کار می‌کردم. من به معاش منتظر میشدم. زندگیم اونقدر که امروز مثلا به تجارت مشغول شده زندگی پیدا کردم، این زندگی رو ممکن شاید که پیدا کردن نمیتوانستم. Все равно у каждого периода жизни есть свои приоритеты, есть свои привязанности. Davası şu adamı orzum ve karangi ile yapılmışım. سال 1364 تاجیکستان در یک وضعیت نهایت ناگوار دچار شده بود. همین قشم میگم. بعد استقلالیت گوشه یک جدا بیستی شکست سرم در این دوره یاردم هم نمیکنه که.